دوستان سلام و ارادت. آقا اومدیم با یه توضیح در مورد بخش جدیدی که به ابجکتیو اضافه شده و از ما میخواد که توی بازی اسکواد بتل، بخش اسکواد بتل 45 تا گل توی بازی بزنیم. خیلی از دوستان پیام داده بودن که حالا روش چجوریه یا اینکه چجوری رفتی و حالا توی بازی تونستی انجام بدی. اینو توضیح میدم براتون و در آخرم حالا اون کاستوم تاکتیکی که خودم استفاده کردم و جواب گرفتم ازش رو در اختیارتون قرار میدم که بتونید شما هم استفاده بکنید. تو بخش ابجکتیو که بریم، توی قسمت مایستاند که وارد بشین، گزینه اسکواد بتل اسپید ران، نکنید اینجاها حدود 10 تا پلی پیک به میده که بتونیم توی بازی اسکواد بتل رو درجه سختی مبتدی یا هم راحت تری، یعنی هم اولین گزینه 45 تا گل بزنیم. ولی 45 تا گل همونجوری گفتم باید توی بازی انجام بشه و زده بشه تا بتونید این پک‌ها رو کامل، در از پلی پیک‌ها رو کامل بگیریم. حالا اینو وقتی انجام بدین بهتون جوایزشو میده که به نظرم برای توتس لالیگا اوکی باشه و اینکه بتونیم استفاده بکنیم. حالا من خودم 2 تا بازی انجام دادم که تونستم بازی سوم یا چهارم رو بزنم، ولی بازی آخر اومدم ترکیب رو عوض کردم و 3 دفاعه چیدم 3-4-1-2 که اونم حالا دلیل داشت. اول از اینکه با 2 تا مهاجم بازی کردم. 2 مهاجمی که استفاده میکنین در نظر داشته باشین دوستان شوت زن باشن، یعنی پشت 18 راحت توپا گل شه. من این با پر گذاشتم چند تا بازی اذیتم کرد. رایت رو گذاشتم و آقای هالند رو که جواب داد. هالند هم به خاطر قدرت بدنی که گذاشته بود همین داشت رو گذاشتم که بتونه توپایی که از تو دفاع حریف میخواد بیاره بیرون رو بتونه جمع کنه. بورنو رو گذاشتم، اینم حالا رو حساب پاسی که میده و کارهایی که انجام میده واقعا است. و تمام توی قسمت اتکر هستند، یعنی گوشم جلو بازی کنن، هم تو بورنو و 2 تا هافبک هایی که استفاده کردم سعی کردم دفاعی تر باشن که بتونن توپو بگیرن سریع و حالا به سیاهم و مهاجما پاس بدن که این روش جواب داد و نتیجهش هم گرفتم. حالا بریم با هم دیگه کاستوم تاکتیکمون ببینیم. اینم کاستوم تاکتیکمون و اینکه حالا نوشتهشو حالا خودم دست نویس میذارم تو تصویر که بتونید استفاده بکنید. و حالا من جواب گرفتم و میدونم که شما جواب میگیرین. حالا کاستوم تاکتیک رو که گذاشتیم براتون، ولی خب نکته مهم که از همه مهمتره اینه که توی مهاجماتون دقت کنین. انتخاب مهاجم جوری باشه که بتونن شوت زنی بکنن و معمولا هر چقدر که بتونن پشت 18 توپا رو تو گل کنین زمان بیشتری رو دارین که اون 45 تا گل رو بزنین و به انجام برسونین. و در آخر این که اگر حالا این ویدیو به درتون خورد و به قول خودتون باهاش حال کردین، ازتون میخوام که در اختیار دوستاتون قرار بدین، شیر کنید باهاشون که اونا بتونن استفاده کنن. چنل یوتیوب من براتون میذارم، دلی ساب کنین و اینکه حالا واقعا باعث افتخارم هست. و حالا یه صحبتی هم که خیلی وقت میخوام باهاتون انجام بدم، خیلی وقته که میخوام باهاتون انجام بدم، اینه که یه خورده من خودم حقیقتا دل سرد شدم جلوی دروازه و اینکه حالا نمیدونم علتش چی هست. حالا امیدوارم که زودتر درست بشه، همه چی درست بشه تا بتونیم روزای بهتر از اینو کنار هم تجربه بکنیم. خیلی مخلصم. خدا نگهدار همگیتون.